مولانای بزرگوار میگویند ای بسا ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. اگر رفت و از کسی یک ظلم دیدی، یک کاری بدی دیدی که در حقت روا داشتن، برای چی از آنها میرنجی؟ این میگویند همون اخلاقی خودت بود، این همون خلق و خوی بدی تو بود که از دیگران به تو آمد و رسید. چون از نگاه مولانا و بزرگان ما تمام دنیا و آنچه که در این دنیا هست مثل یک آینه هستند که ما رو نشان میدهند. یعنی اگر ما انسانی خوب هستیم، در یک جای خوبی کردیم، حتما از یک جای به ما اون خوبی نشان داده می شود، برمیگردد. اگر در حق یک نفر بدی کردیم، ظلم کردیم، در یک جای دیگر می بینیم که آن به ما میگردد. به این خاطر به جای اینکه از دیگران رنجیم، بهتر این است که خوی خود را اصلاح کنیم، اخلاق خود را اصلاح کنیم، خوبی کنیم تا در جواب خوبی را بینیم.